این روزا خبر انتقال پایتخت و تحلیل‌هاش ورد زبون همه است. اما هر کی یه چیز میگه. این مکران چی داره که حتی شاه عباس صفوی هم میخواست پایتخت رو به این منطقه منتقل کنه. شاید بعد شنیدن این خبر یه نگاه به نقشه انداخته باشید اصلا مکران کجاست؟ با ما همراه باش چون ما تو این یه زمینه حسابی ادعا داریم. ویدیو رو با بخشی از شعر ملا ولی محمد پنجگوری شروع میکنیم که چندان به موضوع ویدیو بی ربط نیست. به هند و سند و سیوا ملک خاران، شده فکرم ز مکران تا خراسان. همه ملک بلوچستان تمامی، نشد پیدا نشان مرد نامی. تاریخ و نامگذاری مکران. اسم مکران رو از همون جایی که شروع تاریخ میشه دید. هرودوت مورخ یونانی مکران رو مسکن قوم موک‌ها عنوان کرده. همچنین بر پایه نظر هرودوت در دوره هخامنشیان سرزمین بزرگ زابلستان و مکران کهن شامل مردم بلوچ کنونی و زرنگی ها می شده که البته این اظهار نظر نشون میده که هنوز سکاها حضور پررنگی در منطقه نداشتند و به همین دلیل هرودوت اسمشون رو نمیاره. همچنین محمود زند مقدم در تایید این موضوع میگه که در دوران باستان زابلستان و مکران در پیوستگی بودند و رستم برای دفاع از همین سرزمین ها به جنگ با افراسیاب میره. در جای دیگه بارتولد اشپول هم تایید میکنه که مکران مشتق از نام یک قوم دراویدیه که یونانی ها به اونها ماکای یا موکای میگفتن. بنابراین تا همینجا ما میتونیم بگیم که مکران اسمی نیست که قومی از اقوام آریایی روی این سرزمین گذاشته باشن و به عبارتی متعلق به مردمان ساکن این منطقه قبل از آریایی هاست. البته برخی نام مکران رو به ساکن شدن مکران ابن فارک ابن سام ابن نوح و یا اسم اون رو به معنای سرزمین نخل ها نسبت میدن، ولی عقیده ما و اون چه که بسیاری از مورخین بهش اعتقاد دارن اینه که در واقع نام مکران از ساکنین بومی این منطقه میاد، قومی به نام موک و از نژاد دراویدی که در حقیقت میشه گفت که قبل از سایر اقوام در این منطقه ساکن بودن و اسمشون در تاریخ بسیار دیده میشه. جدای از نقل قول‌هایی که تا الان گفتیم، از نام مکران در کتیبه زرتشت شاپور اول، داستان حمله‌ای که خسرو در شاهنامه فردوسی و کتیبه داریوش هخامنشی در بیستون هم نام برده شده. بنا به نظر ایرج افشار سیستانی، پادشاهان آشوری از تجارت دریایی با مکران بسیار صحبت کردند و سارگون نخستین پادشاه امپراتوری آکاد که از اون به عنوان اولین شخصی در تاریخ یاد میشه که بر یک امپراتوری حکومت میکرده، از حضور کشتی‌های مکرانی در بندرگاه‌های کشور خودش و تجارت با اونها صحبت کرده. آشوریان همچنین مکران رو رابطه بین بابل و هندوستان میدونستن به واسطه موقعیت ممتاز جغرافیایی این منطقه که البته هنوز هم پابرجاست. تجارت دریایی و زمینی از منطقه مکران به هندوستان و بالعکس به بابل از طریق مکران انجام می گرفته. پس رونق منطقه مکران در اغلب برهه‌های تاریخی بسیار زیاد بوده، تا جایی که طبق منابع مالیات اون در سال 1173 میلادی به حکومت مرکزی چیزی در حدود 3000 دینار به شمار می اومده. حالا این مکران که این همه میگن موقعیتش خیلی خوبه برای تجارت رو کجای نقشه میشه پیدا کرد؟ مکران از اونجایی که یکی از 4 ایالت باستانی بلوچ نشین در تاریخ به حساب میاد، در نقشه های قدیمی مطابق تصویر مرزبندی میشه که به ترتیب با ایالت های زابلستان در شمال، کلات در شرق و کرمان در غرب همسایه بوده. البته ناگفته نمونه که بسیاری از منابع کلات یا توران رو هم بخشی از مکران باستانی میدونن و بدین ترتیب همسایه شرقی مکران رو سرزمین هندوستان عنوان میکنن. همونطور که میبینید مکرانی که امروز داخل بلوچستان ایران قرار گرفته فقط بخشی از مکران باستان به حساب میاد و بخش دیگه مکران در بلوچستان قرار گرفته در کشور پاکستان امروزی هستش. اما چطور شده که الان مکران 2 قسمته؟ باید بگیم که پاکستان کشوری با قدمتی کمتر از 1 قرن به حساب میاد و توسط انگلیس برای کشیدن یه حصار دور هندوستان تشکیل شده.
پس تعجبی نداره که انگلیسی‌ها موقع مرزبندی هیچ توجهی به تاریخ منطقه نداشتن و نتیجه هم جدایی این دو تیکه مکران شده. نام مکران در نقشه‌های کهن زیادی دیده میشه. از جمله افرادی هم که به این منطقه در نقشه‌کشی‌هاشون توجه ویژه‌ای داشتن، ابوریحان بیرونی از مشاهیر بزرگ کشورمونه که داخل نقشه طراحی شده خودش از اون نام برده. بررسی دقیق شرایط آب و هوایی ناحیه مکران نشون میده که به دلیل وسعت زیاد این ناحیه و وجود کوهستان‌ها و سواحل در این سرزمین، تقریباً همه نوع آب و هوایی در این سرزمین پیدا میشه. این تنوع آب و هوایی در کنار سایر عوامل باعث شده که رزم آرا در کتاب جغرافیای نظامی ایران عنوان هندوستان کوچک رو برای این ناحیه ایران به کار ببره. همچنین ابن فقیه در کتاب مختصر البلدان این دیار رو به عنوان سومین نقطه پرنعمت دنیا ذکر کرده. اگرچه گفته اون ممکنه کمی اغراق‌آمیز به نظر بیاد، اما حداقل میتونیم اون رو به عنوان شاهدی بر این مطلب بدونیم که مکران در گذشته‌های دور شاید نه به عنوان سومین نقطه پرنعمت جهان، ولی بسیار پر رونق و آباد بوده. دریای مکران ما در واقع همون دریاییه که امروزه بهش دریای عمان میگن. امام سعدالملک رشیدالدین، معروف به رشید وطفات، که همدوره با خوارزمشاهیان و دبیر دیوان خوارزمشاه بوده، شعری در رابطه با دریای مکران داره که با قدمتی بین 8 تا 9 قرن یکی از شواهد مستند و کهن برای نام دریای مکران هستش. در قسمتی از این شعر اینطور اومده که زود بینی آمده در تحت امر و نهی تو، از لب دریای مکران تا لب دریای چین. اما نهایتاً چی شده که ما به اینجا رسیدیم که دریای مکران رو دیگه تو نقشه نمیبینیم؟ نام دریای مکران تا اواخر قرن 19 بر این بخش از دریا که مجاور منطقه مکران هستش اطلاق می شده. اما در همین زمانه که انگلستان بر شبه قاره هند تسلط کامل پیدا میکنه، مسقط و سرزمین عمان رو تحت سلطه خودش در میاره و از همین زمان به بعد نام دریای عمان رو در مکاتبات خودش استفاده میکنه و کم کم به این نام اعتبار میده تا جایی که به مرور زمان نام دریای مکران کم رنگ تر میشه. در واقع همون بلاییه که میخوان سر اسم خلیج فارس هم بیارن و مقابله با این مسئله قطعا نیازمند هوشیاری بیشتر ماست. نهایتا میرسیم به این سوال که جدایی از شدنی بودن یا مشکلات انتقال پایتخت، آیا شما هم باور دارین که بهترین منطقه برای انتقال پایتخت همین منطقه است؟ مخلص همه شما، ویدیو رو با شعری از مولا داد محمد در وصف زیبارویان دیار مکران به اتمام میرسونیم. چه نخمت داد ایزد گلبرهان مکرانی را که از عارض خجل کردند ماه آسمان.